اون دست گوشتی توجه کردن گلیباس ورزشی سفید از حیثو از گلیباس ورزشی کبود از خواجگی حاجی امیرов حریم فیون کس از خواجگی سامانیان به هر دو پهلوان برای گشتگیری برد پهلوانان 100 سامانی دیتا بخیم ملوختیم ایری ملوختیم های بردین فهم یا بردینگر خسته صد بدهیم اینو بچه ابراز نه بچه ها چولاق چولاق برون برا این بچه سخمیشی میگدو چمپیون های بچه تا کجا که رفتون میدل گرفتون دیگه الو بینا 50 تا دست نیست دیگه نیست که همین سیدیمونه صد گفتن کو اشته دی چرا اینو بچه شکودکی دیگه فکر فرمات کشته برو نکشی فهمیدیم من بحث کردم خیلی از طرف رشد دوبار از ناحیه جبر رسولوف حریف اون کس از صاحبای میدان و هر دو پهلوان برای گشتگیری برد پهلوانان 100 سامانی پهلوانان حرکت کنید وزنه پهلوانان حرکت کنید از طرف داور به هر دو پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد شاویده نمیشه نورف پهلوان از ناحیه جبر رسولوف حریف خود را مغلوب نمودند اصلا برای گشتگیری زیبا شد توشف پهلوان شناخته ناحیه یکی از پهلوانانی که هستند بسیار آداب خوب گشتگیری دارند آماده گشتگیری اند حریف خود را انتظارند پهلوانی که خواهش گشتگیری دارند با توشف مرحمت حریف نوبتی توشف نورف از دهه تلارت به هر دو پهلوان برای گشتگیری برد پهلوانان 150 سامانی بعد از همین دست گشتگ کمربندی امینف سبحان آماده شد با حریف خود قوازمایی کنید امینف سبحان حریف خود رو دعوت کنید آماده گشتگیری شوید به سهم فوتبال بازان خواجگی زرافشان میرسانیم که ساعت 4 دعوت کردن مهمانان از خواجگی حاجی امیرov آماده باشید با دسته مسجد مسابقه برپا میشد رفته در آنجا خواجگی زرافشان رو هم معرفی کنید هم دستباله شده حرکت کردن پهلوانان حرکت کنید به هر دو پهلوان برای گشتگیری برد پهلوانان 150 سامانی از طرف داور به هر دو پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد شاویده نمیشه همه شکرم مامانده شنه نموشهر دو هر نام قبل شما نه بچستنگی خیلی
رفشه توشکی نیست دست آخر نورف پهلوان از حساب مخلصانش شکرف زیدالله از خواجگی حاجی امیرف 100 سامانی پول وارد کرده شد که همین پهلوان وارد میدان شد. همین خیلی خواهش شد که خسرت در همین حضور داشتن وارد میدان شدند. پهلوان امینف بیا امینف حریف خود را ناغلین نمودن. آفرین احسن برای گشتینگی زید. پهلوانه یک نفر نورف یک بار گشتینگ دارید. نورف هر دی این پهلوان جواب به هر دی این پهلوان از حساب خزینه نوروزی 100 سامانی و از حساب تبای امینف شهردکو 50 سامانی جمع 150 سامانی ترفه نوروزی. پهلوان سربیده نمیشه. دست آخر نورف برد این پهلوان. پهلوان امینف فرزندی پهلوانی شناخته امینف ملک دلند می باشد. حریف اون کس از ناحیه جبار رسولف. های پهلوان امینف های پهلوان جوان بیرون کنه التماس ملک رحمت های پهلوان جوان بیرون کنه تا گفتی دوبار میشنه اینجا وزنه ثبوت بس هم میدان خالی کنید التماس نورف دیگه وزنه ثبوت گوشتینگ نمانید کردن هم باشم دم میگیرم پی دوبار پهلوان از دهه رو و از طرف راست دوبار امام نظر پهلوان از ناحیه جبار رسولف هر دوی پهلوان شناخته جمهوری به هر دوی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 200 سامانی. مرحمت مهمانه جبار رسولف پهلوانه پیش از همه شما رو خوش آمده نور دیده میگن به این نوروزی همه تو خسرت پندارد همه آدم خسرت میشن. این تلفون هم خیلی رد میشه شما سامسونگ شو مردم همه آدم سفر از دهه رو برید خواهش گوشتینگیری داشتم با خسرت از دهه پلدارد از حساب مخلصان سفر 1000 سامانی محمد اقبال پول جدا کردند. از حساب خزینه نوروزی 1000 سامانی دیگر از حساب ادریس از کوهستان ماسو برای گشتینگی سفر 200 سامانی با خسرت خواز میکنند. 200 سامانی از حساب خزینه نوروزی جمع 2200 سامانی اگر خسرت در همینجا حضور داشته باشند مرحمت با سفر خواز میکنند. یا قرصت برای همین پهلوان سفر از دهه رو خسرت اگر در همینجا حضور داشته باشند مرحمت وارد میدان شدن به سفر قوازمایی کنند. برد هر دو پهلوان 2200 سامانی. ما همین مهمانه ناحیه جبار رسولف رو خوش آمده نور دیده میگن تحت راهبری اکا گلف بزرگمه و ناظم علی این روز اینجا حضور دارن. همه مهمانان رو خوش آمده نور دیده میگن به همه مهمانان برای گشتینگیری. غیاث الدین پهلوان در طرف چپی میدان حضور دارن. یکی از پهلوانان شناخته رسمی که نمیشن که حتی بیرون از جمهوری قوازمایی کرده هنری دوره خود را نشان دادن. غیاث الدین یک قسم برای همین پهلوان شناخته دیار ما و شما مسجد که در ناحیه جبار رسول استقامت میکنن یک قرصک برای همین غیاث الدین پهلوان. از طرف مخلصان بختاور پهلوان
خواهش شد که حاضر باز اجازه داده میشد برای بختاور پهلوان باز یک دست دیگر گوشتین گیرن. 200 سامانی مبلغ جمع شده است برای گوشتینگی زیبای بختاور پهلوان. بختاور اگر خواهش گوشتینگیری داشته باشد مرحمت به گلیم نوروزی ما. 1000 سامان جمع شد. حساب خزینه نوروزی 200 سامانی از حساب مرد سخاوتمند دیار ما شما میرزایف 800 سامانی جمع 1000 سامانی تحفه. در حالتی که امام نظر خواه مغلوب میشوند خواه مغلوب میکنند 100 سامانی از حساب مخلصان از حساب همه خزینه نوروزی ما شما به امام نظر تقدیم میکنیم. امام نظر حرکت کنید پهلوان. نوروزی جبار رسولوف یکی از پهلوانان شناخته غرض از گشتینگ کمربندی و دیگر نمود سپورت های هم در پرچم تاجیکستان و در مقیاس جهان بلند برداشتند. یک قرصد برای همین غیاث‌الدین پهلوان. رحمت به همین غیاث‌الدین پهلوان با گلف برادر ما که همین روز پهلوان جبار رسولوف آوردن در این نوروزی ما شما. حریف نوبتی غیاث‌الدین پهلوان از دهه پاکشیف سفرف از دهه پاکشیف سفرف هم یک پهلوان شناخته شاگرد انوشیروان پهلوان می باشند که در نوروزی ولایت بسیار مهارت و مکانت خود را نشان دادند. به هر دو پهلوان برای گشتینگیری از حساب خزینه نوروزی 200 سامانی تحفه. بازی که امام نظر پهلوان به سفرف گرفتن بازی درنگ حسابیده شد. از حساب خزینه نوروزی الهام رجبوف به همه امام نظر 100 سامانی تحفه پیشنهاد کنید. امام نظر پهلوان باید همه ما شما یک چیز خوب درک کنید که 1 سال 2 سال نه 6-7 سال مردم مسجد آبروش از در بین تمام تاجیکستان بلند برداشتند. یک قرصه که همین خوب برای همین امام نظر پهلوان. خوش آمدید امام نظر نور اینجا تاج سر. از حساب داور میدان به هر دو پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. پهلوان حرکت کنید. باز از حساب مخلصان زیدالله پهلوان از خواجگی حاجی امیرف 100 سامانی دیگر به خزینه وارد کرده شد که زیف فرزند جوان پهلوان سخنور و حریف اون کس از خیلی گوشتینگ نمیشن نمیمونه بخشی حریف اون کس از همین صاحبه میدان به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 50 سامانی. پهلوان یک نفر وارد میدان شوید التماس. معرف چی شد؟ حسابیده نمیشود. خب همین پدری پهلوان فتحالله روزی شما حساب نمیکنیم بازی را سخنور شو روزگی شما خورسندی ما سکن رحمت. بسته سخنور سخنور شد چکا کنید روزی هستید شد سخنور فتحالله میگویند که اگر یکم در حالتی که یکم آدم خواهش گشتینگیری دومن داشته باشد من تیار احسن برای همت والای سخنور شد که امروز در خزینه نوروزی 100 سامانی مبلغ وارد کردند. پروردگار کسب کار و در کارهایتون موفقیت آرزومندیم. معرف گشتینگ تاجیکی از طرف راست داور با لباس ورزشی کبود
از در ناحیه جبار رسولوف حریف آن است با لباس ورزشی سفید از صاحبای میدان به حد پهلوان برای گشتیگیری برد پهلوانو 50 سومانی 100 سومانی برد پهلوانو. پهلوان سفرف آماده گشتیگی کمربندی باشد. حاضر ما زنگ زده گفتن که نوروز خواجگی حاجی امیرف تمام شده است. همه پهلوانو آماده ایستادن. خدا خواهد گشتیگیری به حد خوب میشود. پهلوان از ناحیه جبار رسولوف دست بالا شدن احسن برای گشتیگیری زیبایشان. نارف گشتیگی بسد از طرف راست داور پهلوان با لباس ورزشی کبود از ناحیه جبار رسولوف حریف آن است در ناحیه مسجد از صاحبه میدان به هر دو پهلوان برای گشتیگیری برد پهلوانو 100 سومانی. حالا پهلوان از ناحیه جبار رسولوف حریف خود را مغلوب نمودند. احسن برای گشتیگیری زیبای پهلوان. بختاور پهلوان همینجا حضور دارند. بختاور پهلوان از حساب برادری نزدیک ما که در ناحیه جبار رسولوف استقامت میکنند ناظم علی برای پهلوان بختاور پهلوان 100 سومانی به خزینه نوروزی همراه گردید. احسن برای همت والای ناظم علی. داور میدان عبدالنبی همراه پهلوان سفرف با لباس ورزشی سیاه از دهه راه حریف آن کس میرف یک پهلوان بودن که باور کنید طی 8-10 سال در خواجگی حاجی امیرف و بیرون از وقت قوازمایی کرده هنری والای خود را نشان میدادند. یکی از پهلوانان شناختند. یک قرصک برای میرف پهلوان از دهه خیروان میشن. میرف به حد گشتیگیری خوشرو دارند. در روز گذشته در خواجگی سامانیان جیانشان بسیار گشتیگیری خوشرو گرفتند. اگر در اینجا حضور داشته باشند آماده گشتیگیری شدند. در حساب خزینه نوروزی خواجگی در جیانشان 200 سومانی تحفه پیشنهاد کرده میشوند. حسابیده نمیشود. میرفم یکی از پهلوانای شناخته ناحیه میباشند. سالهای پیش به حد گشتیگیری خوشرو میگشتند. خیلی نو و سازان که امروزها سن سال پهلوان به یک جای رسیده است. با از حساب غیرت از حساب مهارت مکانت خود نوروزی را در میدان نوروزی وارد شده قوازمایی میکنند. در این قوازمایی پهلوان سفر رفت دست بالا شدند. برد پهلوان 150 سومانی از حساب خزینه نوروزی. تحفه سفر رو پیشنهاد کنید. یک خرسک دیگر برای حمید میرفت که غیرت کرده وارد میدان شدن. میرفت خوش آمدید نور دیده برادر. از طرف راست داور پهلوان از ناحیه جبار رسولوف برادر غیاث‌الدین پهلوان با لباس ورزشی سفید آماده گشتیگیری اند. حریف خود را انتظارند. بختاور پهلوان در اینجا حضور داشته باشید. مرحمت وارد میدان شد. از حساب ناظم علی 100 سومانی از حساب خزینه نوروزی 200 سومانی از حساب عبدالغنی همراه 100 سومانی جمع 400 سومانی برای گشتیگیری زیبای بختاور پهلوان تحفه گذاشته اید. در همینجا حضور داشته باشید. مرحمت وارد میدان شدید. حریفی برادر غیاث‌الدین پهلوان از دهه راست با لباس ورزشی کبود به هر دو پهلوان برای گشتیگیری برد پهلوانو 150 سومانی. زیدالله پهلوان باز از حساب مخلصان زیدالله پهلوان 100 سومانی از حساب مجنون و خزینه نوروز وارد کرده شد که تنها برای گشتیگیری زیدالله پهلوان. اگر اینجا حضور داشته باشید مرحمت وارد میدان شوید. بعد از سیستا که داور التماس کار نکنید که حساب دیده نمیشود. پهلوان رو حرکت کنید. من نوروزی خارجگی همسایه جنبه شده است. همین پهلوان رو آماده ایستادن. خدا خواهد
وقت بسیار است. حاضر گشتین خوب می شود. در حساب از حساب داور میدان به هر دو پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. وقت رفته ایستاده است. در 1 سال نوروزی 1 مراتب می شود. چنان وقت رفت نخ رفت میگن، چنانه که صاحبی سخن گفته است قدر وقت رفته را با زر باید برکشید، چون که در عالم زر خالصتر از وقت نیست. به همین خاطر پهلوانان حرکت کنید، وقت را دریغ ندارید. دست آخران آن همین پهلوانی که با لباس ورزشی سفید قوازمایی میکنند، این شخص شاگردی دلاور گلف میفروشند در ناحیه جبار رسولوف. دلاور گلف هم یکی از پهلوانان شناخته ریسپوبلیکا می باشند. او شخص بسیار سهم ارزنده خود در کشتی کراش و تاجیکی در ناحیه جبار رسولوف گذاشتند. بسیار شخصیتی هستند که در همین نوروزها در همین کارهای خیر در ناحیه جبار رسولوف سهمگذارند، استاد ورزش می باشند. چنانه که صاحب سخن گفته است هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. اینها همشون شاگردای استاد دلاور می باشند. بازی درنگ میشد، درنگ شد، پهلوان به پهلوان دم داده میشد.